هفته خبر تو خبر داره براتون. از گردن ولایت که لای قیچی بحران ها گیر کرده و جیغ سرتشتک های وارفته نظام رو در آورده. فتنه امروز چیه؟ فتنه امروز دو تیغه داره از یک قیچی. یک تیغه اون قیچی نفوذی ها و عوامل نفوذی هستند که کارشکنی میکنن در معیشت مردم. تیغه دیگر این قیچی جنگ روانی و رسانه های گسترده است که دشمن درست کرده تا یک تصویر غلط از وضعیت کشور ما و انقلاب ما ارائه بده. کابوس سرنگونی و فروپاشی به قدری آخوندا رو ترسونده که این شیخ فری حتی تو نشست وزارت نیرو هم از کلمه فروپاشی آب دچار وحشت میشه. و ما امیدواریم انشاءالله با کمترین، حالا به تعبیر شما تنش، این عبارتایی شما به کار میبرید ماها چون ذهن ما بیشتر امنیتی هیچ نمیپسندیم، ولی حالا دیگه میگید شما، ما هم تکرار میکنیم، میگید تنش آبی، نمیدونم فروپاشی برق، اینا هیچ کدام تو ذهن من جور در نمیاد، چون ما بیشتر تو بخشای امنیتی بیشتر سالهای گذشته کار کردیم. حالا اگه بپرسید نتیجه این حرفا درباره بحران آب و نیرو برای مردم چی میشه، پاسخش احتمالا یه چیزی تو این مایه ها میشه. این وسط از همه نگرانتر و پریشونتر خود عظماست. به خاطر همینم این مداح هفت تیرکش میخواد با این روزه ها به ولی فقیه هراسون دلداری بده. آقا جان یه یار از دست دادی، یار دیرین همه دوستان، این همه عزیزان با لباس نظامی، همه عمرا نشستن با لباس رزم نشستن که آب تو دل شما تکون نخوره. این امام جمعه نمره موقت نظام هم حسابی به دست و پا افتاده و از ترس فتنه داره آژیر خطر میکشه. هشدار میدم به همه اونها که میخواهند فتنه آفرینی کنند، بدانند حماسه نهضه قابل تکرار هست. درد خیلی فشار آورد. یه عده مثل این مداح کله پوک هم شروع کردن به خاطر بافی از حماسه ساندیس خورای نهضه تا اینجوری به بسیجا دلداری بدن. شما حساب بکن این جمعیت نهضه، من سر به یسار دیدم تا چش کار میکنه جمعیت، به یمین تا چش کار میکنه جمعیت. این جمعیت رو چطور میشه به هم دوخت، به هم بافت، این سلولای مختلف رو چطور با چه سلسله اعصابی میشه همه رو یه پارچه کرد؟ فقط یه اسم. ته خط هم هرچی زور زدن آبی برای ولایت گرم نشد و حماسه ساندیس خورها به چنین روزی افتاد. امروز 9 97 سالگرد حماسه ساندیس خورای ولایت. این روبرو این مسجد رو که میبینید اینجا نوشته تجمع بزرگ حامیان ولایت. آخونده داشت توی مسجد با بلندگو شعار میداد، هیچکی نبود که تکرار بکنه. اینم تجمع بزرگ حامیان ولایت، اینم جمعیت میلیونیه که میبینید. اینجاست که هرچی عظما رشته بود پنبه میشه و چارچرخ ولایت میره روی هوا. Aí, já vi. Tem doido pra tudo, minha irmã. Quer ver? Ah, filho da boba. Menino. Quer ver? Quebra o outro. Aí cima, vai. Mas são os braços de ferro. Vai, quer ver? Agora vai. Aí, tem que quebrar meu chifre. Vai. تا اینجا هرچی گفتیم از وضعیت داخلی نظام بود. حالا بریم سراغ سیاست خارجی و برجام نافرجام.
این که بیایم صورت مسئله رو عوض بکنیم، بگیم هدف برجام رفع تحریما بود و این هدف بهش نرسیدیم، نه اینطور نیست. هدف برجام چیز دیگه بود. وظیفه اروپایی ها رفع تحریما بود، وظیفه آمریکایی ها رفع تحریما بود. لذا الان اروپا و آمریکا نشون دادن، مخصوصا آمریکا، که طرف مذاکراتی خوبی نیستن. حالا سوالی که مطرحه اینه که پس به چی رسیدید؟ این همه برجام کردید، آخرش جز یه ظرف خالی چی گیرتون اومد؟ اروپا هم که قرار بود نظام رو از باطلاق برجام نجات بده، آخر کاری جا خالی داد و عثمان موند و حوزش. درباره اینکه چرا اروپا تاکنون سازوکار ویژه‌اش برای حفظ برجام را عملیاتی نکرده، فرضیه‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح است. اینکه اروپا از تامین منافع ایران به وسیله SPV ناتوان است، اینکه اراده لازم را ندارد، یا اینکه در لباس پلیس خوب برجام سناریوی آمریکایی‌ها را در برابر ایران اجرا می‌کند. تا جایی که به اروپا برمیگشت، سیم بوکسول هم برای آخوندا انداخت. اما مشکل اینجا نبود که ماشین نظام خیلی درب و داغون‌تر از این حرفا بود. مشنگ اول این هفته عظمای مافنگیه که اسم خودش رو گذاشته ولی امر مسلمین جهان، اما یه نماز میت هم بلد نیست بخونه. ببینید چطوری ریپ میزنه. الها واحدا احدا فردا صمدا سرمدا لا یتخذ والدا لم یتخذ والدتا ولا ولدا. مسابقه خالی بندی در نظام ولایت ادامه داره و این جوجه وزیر ارتباطات هم شانسش رو در این زمینه امتحان کرد. ITU گزارش می‌دهد که ایران دومین کشور در دنیا به لحاظ شاخص نرخ رشد توسعه بوده و در منطقه خاورمیانه اول بوده. خب این یک افتخاره برای ما. حالا که صحبت از خالی بندی شد، قصه این حاجی تربچه رو هم بشنوید. آخوندا شب و روز در حال مال مردم خوری و اختلاسن، بعد ببینید این چه داستانهایی سر هم بندی میکنه. من دوستی داشتم خیلی با هم صمیمی بودیم، جبهه میرفتیم، خودش هم برادر دو شهیده از بچهای رزمنده هیئت رزمندگان. گفت با هم خیلی رفیق بودیم. از جبهه مرخصی اومدیم قم، به رفیقم گفتم صبح بریم حرم حضرت معصومه زیارت. آمدیم زیارت و دیدیم نماز جماعت اقامه شده. تا بریم کفشداری مر بگیریم و اینا یه رکعت دو رکعت 50% میپره. به رفیقم گفتم کفشاتو ول کن بریم نماز جماعت. گفت آقا دوز کفشامو میبره. گفتم اگه برد من برات میخرم، بریم نماز برسیم. آمدیم نماز، بعد از نماز آمدیم، اتفاقا به زبانش جاری شد دوز کفش او رو برده بود. ای داده بیداد. حالا بیداد منم بهش قول داده بودم الکی حالا یه چیزی گفتیم که به نماز برسیم. گفت تو قول دادی. رفتیم کفش خریدم براشو، به اصطلاح گذشت و رفتیم جبهه. همین رفیق من شهید شد. این دیگه من خودم از با دو گوشم شنیدم. پدر این آقام روحانی گفت که یه چند وقتی گذشت بابام گفت فلانی خانم فلان شهید اومده کارت داره. آمدم گفت چیه؟ گفت جریان کفش چیه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت شوهر من 3 بار به خواب من اومده گفته پول کفش رو برو به فلانی بده. این حجت الاسلام نون خامه‌ای هم از منبر رفتن خودش به این نتیجه رسیده که دوره آخرالزمانه. یکی از نشانه‌های آخرالزمان قعود الصبیان علی المنابر، بچه ها رو منبر میشینن. قدیم حاج مقدس منبر میرفت، عاشق مرتضای زاهد منبر میرفت، مرحوم شیخ شوشتری که رساله داشت مجتهد بود منبر میرفت. حالا کار دست 4 تا بچه مثل من افتاده. حالا این بچه آخوندا برای اینکه بتونن بچه ها رو تحت تاثیر قرار بدن به ساخت محصولات فرهنگی رو آوردن. یکیش این انیمیشن مسخره است که مثلا قراره درباره تاثیرگذاری امام گور به گوری باشه، اما بیشتر پایگاه طبقاتی آخوندا رو نشون میده. اون خیلی دعوا میکرد، یکم هم بد اخلاق. این کارا باعث شد که مادرش از دست شاهرخ ناراحت بشه و قصه بخوره، ولی همش براش دعا میکرد.
یه روز آدم بدا اومدن و بهش گفتن تو که انقدر مرد قوی هستی چرا به ما توی کارامون کمک نمی کنی؟ ما میخواییم نذاریم مردم در ماه محرم برای امام حسین عزاداری کنن. شاهرخ با ناراحتی گفت آخه این که کار درستی نیست و قبول نکرد که باهاشون همدست بشه. شاهرخ به فکر افتاد که چطوری میتونه این آدم بدا رو ادب کنه، تا اینکه یه روز با مردی آشنا شد که به کمک اونا رو ادب کرد. اون مرد قوی و مهربون امام خمینی بود. شاهرخ از اون به بعد عاشق امام خمینی شد و میخواست دیگه بد اخلاق نباشه و مثل امام خوب و مهربون بشه. در پایان توجه شما رو به ابتکار یه فیلم بردار جلب میکنیم که با یه لنز ویژه و یه خلاقیت خاص تونسته تصاویر منحصر به فردی ضبط کنه.